السلام علیکم بینندگان عزیز، در نوار با خبرهای آخرین روز بخش اخبار و از این قسمتی برنامه ما با شما درباره آن نوگانی هایی که در ناحیه معمولی گشتن معلومات ها میرسانیم و البته حرکت میکنیم که فکر و درخواست های خود را دایر به همین نوگانی ها بیان سازیم. اینک در نوار برنامه خبری اخبار. امروز دولت ریسپوبلیک ما به مرحله نو ترقیات خود وارد می‌گردد، زیرا امروز ما راه اساسی ترقیات خود را علاقه انتخاب کردیم و تحت تشبث پرزیدنت شوکت میرزا میرزیوف سوی آینده نیک و درخشان روانه و در این راه تمام خلق ریسپوبلیک با دل و جان با یک دلی کار و محنت میکنند، زیرا که در جایی که یک دلی و یک دیگر فهمی باشد البته آنجا رشد میشود و ترقی. باید تذکر داد که امروزها در ناحیه ما نیز کارهای آبادی و آبادانی خیلی دامن فراخ کردند و در این کار تمام طبقه های اهالی از گریبان سر برآورده محنت میکنند، وطن آباد میسازند، زیرا میدونند که آبادی وطن، آبادی مکان و منزل، آبادی ناحیه و البته آبادی دنیای معنوی روحی هر که ما به حساب میرود. توجه کنید در آغاز اخبار درباره همین گونه کارهای آبادانی بر شما معلومات میرسانیم. بازار محل مخصوصی خرید و فروش کالا، خوراک و هر نوع اشیا، کوچه بالا پوشیده که از دو سوی دکانها دارد. تاریخ پیدایش بازار به قرن هشتم راست می آید و خصوصا در دوره‌های حکمرانی سامانیان اینچنین تیموریان بنیاد بازارهای زمانوی در حدود آسیای مرکزی خیلی اوج می گیرند. به عرصه وجود آمدن دولت‌های صاحب استقلال مالکیت خصوصی را از نو زنده ساخته برای وسعت مناسبت‌های بازاری شرایط مساعد فراهم آورد. از جمله در ازبکستان به حیات تطبیق نمودن اقتصاد بازاری با مرحله صفتا نو وارد گردید. امروز با سعی و تلاش حکومت و دولت ازبکستان در شهر و ناحیه‌ها بنیاد بازارهای زمانوی و به طلب امروز جوابگو خیلی اوج گرفته است. من دیده سلطان حقیقتا هم در ناحیه ما امروز در سوخ ما در قشلاق محله آبادان شده بنیادکاری پوش شده سو است. در قطار همه در مرکز ناحیه ما که دیقان بازار گپت طورش گفتن در کو بطلب زمان جواب نمیداد. سبب مایده باگی با خریداران من بسیار همه با سبدگران و کوهنا شرایط نبود. من همه در همه خصوص من با تلویزیون سوخ چند مرتبه مراجعت کردیم و ازبکستان تلویزیونش مراجعت کردیم. من خود دیده سوده هم نوگرای سوز. البته این با رهبری من یک کم بدونم با همین ولایت حکومت مویش ویش غم خورش اعتبارش و حکومت ناحیه مویش من همین نوگرای سوز. اگه یک طرفش گفتن دکو اوبو شان نق بودنم از هر یک اومگی مهمون همین دیده بزرگ دیده روحش شون میشود، خرسان میشود، کیفیتش عالی میشود. من همه نقش شود بودنم من امیدوارم اونم که من بودنم در آینده نق میشود مثل دیگر شهر مثل دیگر ناحیه ها میشود. من همه یک چیز گفتم که پرزیدنت یک گپ زدن که همه در همه کور گفتم که نورانه ها گفتم من همه در قطار من میدید در قطار همه نورانه های کو من حوجه او خلفه اعظم جان هم یک تشبوس نق بردن. من از این آدم بی نهایت بیام من ندارم من همه کورا سر کده همه اوقات کشان من اینو جدا خرساندم. رحمت چطوری که وزیر گفته در همین روزهایی که بنیادکاری آبادسازی اوج گرفته شما جشن زادروز را جشن گرفته ایستادید، مبارکبادی میگیم به جشن زادروز شما را. واقعا بازار مکانی است که رکود و رونق اقتصادی در آن آشکار می شود. بازار عادتا مکانی جمعشوی رفت و آمد پیوسته آدمان کسب و کارشان گوناگون می باشد. از ازل مردم اساساً از بازارها محصولات‌های آذوقه‌واری خرید می‌کنند. از این خاطر بازارها باید از افلاسی و بی‌ترتیبی‌ها دور باشد. بازار مرکزی ناحیه به طلب امروز پر را جواب نمیداد. من با تشبث ولایت حکومت ما با تشبث تومان حکومت ما من بازاری مرکزی دهقان بازار برای از نو برپا کردنش خودمون استانسی سانیتری اپیدمیولوژی ناحیه آبادان‌لشترش کارخانه‌هاش اومده در همینجا حسی خوشنه خوشکسی. آبادی این رایون آبادی محله آبادی رایون آبادی رایونی آبادی ریسپوبلیکا وای کمیشه در هر یک خودمون من دو روز باز همینجا اومده همین شپنگی کونه با برای از نو برپا کردن ساختمان نوش به کوربرسی. من بازارمون حاضر آبادگری سوز بینوهای کونه بود. من بینوهای کونه کوشنده از نو ساختم. اولا
حکومی ولایت ما رحمت من با تشریف هوایی که من همه قناوگرهای سوس یکمش این خلق ما هم ناست دیمش مو تدبیرکارا هم ناست بیمالور جاهای اوبوتنده نازنده توزه و زوده سبدو میکنه بازار آباد شود پاکیزه شود این نه فقط خلق و تدبیرکارا و هم سوداگرا هم همه مو ناست. واقعا رهبر ولایت هنگام تشریف به ناحیه سوخ از بازار مرکزی دیدن کرده از نوسازی بازار مذکور را سفارش داده بود و از بین روز نگذشته قوه‌های کاری به بازار مرکزی جلب کرده شدند. بناهای خرابه را ویران کرده به جای آن بنای خوشصفت و زمانوی بنیاد میکنند. حدود بازار وسیع کرده می شود. خلاصه مقصد اساسی آبادی دیار و منفعت مردم می باشد. روز تا روز موقع ازبکستان در عرصه عمومی جهانی خیلی بلند می گردد. واقعا ازبکستان یکی از مملکت‌های مترقی عالم می باشد و امروز همکاری را با مملکت‌های مترقی جهان خیلی مستحکم نموده است. از این خاطر ازبکستان در همه ساحه‌ها باید نمونه باشد به مملکت‌های عالم. از این رو بازارهای شهر و ناحیه‌های ما نیز به طلب زمان جوابگو باشد. به همین خاطر طوری که در بالا گفتیم در ناحیه سوخ نیز کارهای بنیادکاری و آبادسازی خصوصا در بازار مرکزی ناحیه آغاز یافته است و در فرصت خیلی تیز بازار مرکزی ناحیه همچون بازار به زمان جوابگو و خوش صفت بنیاد می گردد. قید کردن جایز است که امروز کارهای آبادی و آبادانی بسیار در ناحیه ادامه فراخ کردن و بارها گفتیم باز تاکید کردن را جایز بدانیم. امروز از محله چشمه از درآمدگاه ناحیه سر کرده تا به دیگر حدودهای ناحیه کارهای آبادانی خیلی دامن فراخ کردند و نسبت این همه آبادی ها خلق ما فکر خود را دارند. البته تا با آنکه فکر خود را بیان سازند آن را با مهنت حلال خود اثبات سازند، یعنی که مهنت و حرکت و کوشش و کار عامل تمام موفقیت به حساب می رود. اگر خواهیم که وطنمان آباد شود مهنت کنیم، اگر خواهیم که دنیای معنویمان زیبا باشد کار بریم و فعالیت پرثمر گرفته بریم و هرگز مهنت را از دست ندهیم، زیرا که تگ مهنت راحت است. حالا درباره آبادی ها باز فکر خود را ادامه می‌دهیم. در دوام سالهای استقلالیت در جریانی که مملکت ما به مرحله نوی ترقیات و رشد خود وارد گشت در ازبکستان بسیار دیگرگونی‌ها، نوگانی‌ها، بازسازی‌های نو عملی گشتند که این کارهای نیک و نجیب امروز هم دوام منطقی خود را یافته ایستاده است. در دوام این مدت تاریخاً کوتاه در دولت ما به خصوص در سمت آبادی بسیار کارها به اجرا رسانیده شدند. چون امروز گذرتان به منزل و یا حدودی که درباز آنجا نبودید میافتد حتما از بالای کارهای آبادکنی و بنیادکاری میبرید و یا سیمای همان حدود را در شناختنتان ممکن. باید گفت که در سمت آبادی و آبادانی در سوخ عزیزی نیز در این مدت کارهای به چشم نمایان کرده شدند. در حقیقت امروز سیمای سوخ از هر وقت بیشتر زیبا و قشنگ گشته است. در زیر این همه دیگرگونی و نوآوری ها مهنت و کار صدق دلانه خلق زحمتکش ناحیه می ایستد. علاهیده تاکید کردم میباید که امروز نیز سوخ به میدان بزرگ کار و مهنت تبدیل یافته است. این کار، این مهنت به یک مقصد نجیب روانه شده است: آباد کردن و آباد دیدن ناحیه و به منزل در حقیقت آباد و آسایش تبدیل دادن این مرز کهن جاوید. الحال خلق مهنت کشی ما از محله چشم سر کرده تا مرکزی ناحیه و دیگر حدودهای سوخمرز وطن آباد میکنند و با دیدن این آبادی ها دلتان از فرح لبریز میگردد. خلق ما میدانند که این همه آبادی ها با یک مقصد نجیب اجرا میگردد و البته بعد این همه تشبوس های نیک نیت های ما جامعه عمل خواهد پوشید. اهم پرزیدنت مو روفره کردن لب جد ترقی پیش رفت. این دور یگون حیات تاریخ اوسیمیونه شده که نه من بوده بینید روز بر روز من خانه سازه خو من خواهم نفر توشکن رفتم واش دیدم خانه ها کم نیست. خود داخل من سوخ من خدا خواهد من زبوره بینید بیمار من مقطع سوختن دیگه کارو اسفالت کردن همش جوشنده من مو ایتور مو دستگیر کردم دکور یکم این برای مو آبادی محله برای خلقه برای یک پرزیدنت دکونه مثلا دیگه نه من یکم من همسه ها کده نقش دادم من دینا برای تمام رفته اومدم مو بیمال هیچ یگان گفلیش نیست من قرصون همش نقص برای یکم ما میفته چیز که مو باید حضور سیاست ما دستگیر کنم مو هم دستگیر کرده یوردم داده عدس رو به من کار کنم هیچی نباشد یک گپ ناس کردی من ده ها گویم
از محله چشمه سر کرده به مسافه 2 کیلومتر در دو طرف کوچه امروز پایه‌های بتونی برداشته شدند و اگر این پایه‌ها پره وصل کرده شوند به این پایه‌ها مانع‌ها یعنی دیوارهای مخصوص گذاشته شدند. بدین منوال دو طرف کوچه با همین گونه دیوارهای اروپایی یعنی یور دیوار احاطه کرده می شود. در جای‌هایی که پایه‌گذاری دشوار است اهل محله چشمه و دیگر کارگران جماعتی کار میکنند تا با یور دیوار جای حاضر سازند. Bizim maqsadimiz shu Rishton tumani obodonlashtirish. Keldik. Viloyat hokimi tashabbus bilan. Suxta ishlar, sharoitlar yaxshi. Hozir nima ish bilan Hozir shu Yevrozabor o'rnatyapmiz. Qachon keladi endi? Xonalar endi 3-4 kunda keladi. Shu so'kalarni o'rnatvasak keladi. Qancha kilometrni bilasizmi? Qancha o'rnatiladi? 2 kilometr, 2,5 bilan 4 kilometr bo'ladi. Yurtimiz obod bo'lsa, vatanimiz tinch bo'ladi-da, shu. باید گفت که تشریف حاکمی ولایت به ناحیه نیز تکانی بزرگ گردید به کارهای آبادی ناحیه، چون که از جانب حاکمی ولایت دایر و با وسعت دادن این کارها سفارش‌های انیق و کنکریتی داده شد و در اساس همین سفارش‌ها امروز کارها در ناحیه ادامه می‌یابند. در جمع شهروندان محله‌های چشمه، چماقچه، زنگد، مولگان، آبشیر، قلعه، سریکنده، سری بازارچه، حضرت علی و دیگر حدودها کارهای آبادسازی به اوج اعلای خود رسیدند. ما امروز در کارهای آبادانی فعالناکی کارمندان اداره آبادسازی یعنی شعبه آبادانی، اداره علاقه، اداره بگس تامین کنی، اداره تامینات قوه برقی، اداره راهسازی و چند دیگر کارگاه‌ها را می‌بینیم که آنها هرچه بیشتر و بیشتر از پی اجرای بعضی مشان گرفته شده همزمان در اجرای وظیفه‌های کسبی خود نیز بیش از پیش حرکت می‌کنند. ما و آبادی محله آباد کسی من جای کسی بزرگ دهخون بزرگ کلون کلا خلق همه عموم خریدار به ملک خریدار برسانش باید برای هر حاضر حکممو براساس حکممو رحمان شد پرزیدنت ما رحمان من دیشیتون آبادی کسی من محله کوچه ها یا لاتو موسی هم موتون با رحمان حکممو رحمان مقصد من آباد شود محله هم وای آباد نشد دیگه جویا دیگه خسته میشه. واسه همه شبیه آبادی چند نفر کار کردن؟ اینجا واسه 8 نفر کار کردیم. من واسه اومدم نه این سوات 7 سال دارم اومد کار کردیم. من خالق همه دیسوس من آباد شود نه کوچه ها آباد کنیم نه دیگه خسته میشه. همین رانی تذکر داده می‌باید که خلق ما در برابر اجرای این کارها در خود اعتبار و غمخواری حکومت و از طرف دولت را حس می‌کنند. به خریبی کاروان ماشین‌ها با محصولات‌های خوراکباری آماده درآمد به ناحیه که در این ماشین‌های مخصوص محصولات‌های آرد و روغن جای داشتند و آنها به خلق ناحیه با نرخ نسبتاً ارزان رسانیده داده شدند. نرخ یک خلط آرد 73125 سوم و نرخ روغن باشد 36000 سوم معین شده بود و این محصولات‌ها توسط ماشین ها به هر محله ناحیه رسانیده داده شد. با این همه اعتبار و غمخواری باید با فعالیت پرثمر و کارهای نجیب و نشانرس جواب گوییم. ما می‌دانیم و باوری کامل داریم که خلق ناحیه سوخ از مهنت هرگز نمی‌هراسند و در کار آبادی ناحیه زیبا منظر هرگز مانده شوی را حس نمی‌کنند و تمام کوشش و غیرت و شجاعت خود را به همین مقصد و نیت نجیب آبادی وطن و رونق و رشد و فراوانی روزگار صرف کرده در حقیقت خلق با آر و ناموس و صاحب گپ و کار نشانرس بودن خود را در عمل اثبات می‌سازند. ناحیه سوخ دائما مورد اعتبار و نظر حکومت بود و قرار دارد و خواهد ماند، چون که در دوام یک چند سالی که مستقلیت به سر ما آمد و سپری شده ایستاده است و این البته این همه آزادی آبادی تا 100 سال ها دوام خواهد کرد. خلق ما دائما در خود اعتبار و غمخواری حکومت را حس نمودند و البته این چیز دوام منطقی خود را سال تا سال یافته ایستاده است. ما می‌دانیم که سالهای پیشین آنهایی که در خارج کشور تحصیل گرفتند در دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها برای از نظر تحلیل و امتحان مرکز دولتی تست گذاشتن به تاشکند می‌رفتند و دیپلم خود را از نستریفیکاسیا می‌گذراندند و امروز برای باز هم آسان کردن همین مسئله نستریفیکاسیا قرار مخصوص قبول شده و امروز رهبریت مرکز دولتی تست ریسپوبلیکا به ناحیه تشریف آوردند و در دوام 2 روز تمام آنهایی را که در خارج کشور تحصیل گرفتند از امتحان گذراندند و دیپلم اکثریت آنها همچون دیپلم حقیقی تلقی گرفته شد. آنها میتوانند همچون سایر معلوماتی عالی در مؤسسه هایی که فعالیت بردند کار و مهنت کنند. حالا در این باره
مسئله تصدیق نمودن دیپلم یعنی ناستریفیکاسیا یک چند سال است که مردمی سوخ را اذیت میداد، یعنی آنهایی را که در خارج تحصیل گرفتند برای از امتحان گذشتن به پایتخت رفتند، اگر از امتحان نگذرند از نو به تاشکند روی ها واقعا به اعتراض اهالی سبب میشد. بعد به سر قدرت آمدن رهبر دولت در ازبکستان در کدام ساحه نباشد به اهالی قلعه ها فراهم آورده شد. اکنون برای تصدیق کنانیدن دیپلم های دانشگاه های خارجه به تاشکند رفتن شرط نیست. کنون آنها به دهات های دوردست آمده در مرکز ناحیه ها دیپلم ها را از ناستریفیکاسیا میگذرانند. دیروز کمیسیون مخصوص تصدیق کنانیدن دیپلم های شخصانی در خارج تحصیل گرفته به ناحیه آمدند و آنها را در بینای لیسه اکادمی مردم با خوش و خرسندی پیشواز گرفتند. حاکم ناحیه فاروق الصرف به سخن برآمده مهمانان را خیر مقدم گفت و عاید اعتبار و غمخواری های دولت نسبت مردم ناحیه های دوردست اظهار اندیشه کرد. از مهمانان خصوصا استادان سخن، عالمان و پروفسورهای دانشگاه های ولایت و پایتخت، مسئولان کمیسیون مخصوص نیز ابراز عقیده کردند و عاید ترتیب و قاعده های از ناستریفیکاسیا گذرانیدن به اشتراکداران معلومات دادند. از روی معلومات ها در ناحیه شماره شخصان دیپلمشان تصدیق نکنانیده خیلی بیشمار بوده. آنها اساساً در دانشگاه و آموزشگاه های ریسپوبلیکاهای تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه تحصیل گرفتند. توفیل سیاست عادلانه و انسان پرورانه پرزیدنت کشور مشکلی های مردم تعارف آسان می‌گردد. برای شهروندان ازبکستان آفتابی در تمام امکانیت ها گشاده می شود و همین را گفتن موافق مقصد است که در وطن عزیز ما قدر انسان بلند و منفعت او از هر چیز بالاست. این را میتوان در مثال تشریف کمیسیون مخصوص تصدیق‌کنی دیپلم های خارجه به ناحیه دید. Hammamizga ma'lumki, respublikamizda so'nggi yillarda juda keng islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan prezidentimizni tashabbuslari bilan davlat idoralari xalq uchun xizmat qilish kerak degan eng muhim tamoyilga asoslangan holda mana Farg'ona viloyat hokimligini murojaatlariga asosan, So'x tuman hokimligini murojaatlariga asosan respublikamizdagi anklav hudud hisoblangan So'x tumanida yashovchi fuqarolarning xorijiy davlatlarda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlarini tan olish va nostrifikatsiyalash masalasi ko'tarilgan edi. Bu masala yuzasidan demak shu fuqarolarga yanada keng qulayliklar, imkoniyatlar yaratish, ularni ortiqcha ovoragarchiliklardan xalos etish, ortiqcha sarf xarajatlar, uzoq masofaga borib kelishlaridan voz kechish maqsadida, aynan ishchi guruhda qulaylik yaratish maqsadida respublika ishchi guruhi demak mana shu hujjatlarni tan olish va nostrifikatsiyalash jarayonini shu tuman hududini o'zida kelib tashkil etyapti. Demak bugun o'sha So'x tumanida yashovchi bir qator fuqarolarni davlat xizmatlari markazlari orqali qilgan murojaatlari asosida ularga komissiya tomonidan belgilangan maxsus sinovlarni o'tkazish va mana shu sinov natijalariga ko'ra belgilangan tartibda nostrifikatsiya guvohnomalarini taqdim etish masalasi qo'yilgan. کمیسیون مخصوص دیپلم اهالی ناحیه را با دو راه طرز تیزسپاری و صحبت از ناستریفیکاسیا گذرانیدند. آنهایی که تا سال 1992 به دانشگاه‌های خارجی قبول شدند تست نسپاریده فقط از صحبت گذشتند. جهت اهمیتناکش در آن بود که صحبت هم با زبان مادری و هم دولتی گذرانیده شد. انتخاب زبان در اختیار مراجعت کنندگان بود. مقصد اساسی کمیسیون مخصوص هنگام امتحان سپاری تامین شفافی، حقیقت و عدالت بود، یعنی میدان از آن شخص صاحب دانش و علمناک است. من o'ylaymanki bunaqa faoliyat hali nostrifikatsiya bo'limida bo'lgan emas. Bu prezident tomonimizdan xalqqa qo'ygan mehrini e'tirofi, xalq manfaatlarini, xalqni ezgu niyatlarini, uni umrini yuqori darajada qadrlanganligini katta bir ifodasi hisoblanadi. Chunki juda ham katta masofadagi joydan odamlarni borishi bu juda ham katta qiyinchiliklarni turg'izgan va hozirgi holatda men o'ylaymanki komissiya shu ishi shaffoflikni ta'minlashga, odamlarni bilimini tegishli darajada adolat bilan baholashga va mana shu kelgusi yildan shu tumanda mavjud bo'lgan
barcha darajadagi ta'lim muassasalariga yetuk mutaxassislarni tayyorlab berishga o'zini munosib hissasini qo'shadi deb o'ylayman. Bu aziz vatan barchamizniki va har birimizni burchimiz, mas'uliyatimiz unga xizmat qilish. Biz shu yaratib berilayotgan sharoitlarga ikki qo'lim ko'ksimda prezidentimizga ta'zim qilaman. Odamlarni qadrlaganlari uchun, ularni og'irini yengil qilayotganlari uchun mingdan ming minnatdorlik bildiraman mana shu yerda o'tirgan yuzlab xalq nomidan. واقعا برای مردم سوخ در سالهای آخر امکانیت‌های زیاد فراهم آورده شدند، چه در ساحه مدنیت، چه در ساحه ورزش، تعلیم و تربیت، خواجگی قشلاق و تندرستی. اثبات افکار بالایی را دیده می‌توانیم. دیروز شادی و نشاط آنهایی را که دیپلمشان تصدیق نگردیده بود حد و کنار نبود. گشته و برگشته عرض سپاس به رهبر دولت می‌کردند، زیرا طفیل سیاست عادلانه و انسان پرورانه رهبر دولت مناسبت‌های دوستانه ازبکستان با مملکت‌های همسایه کلاً تغییر یافت که این باعث رضایت خلق از سیاست کنونی می‌گردد. امروز من با یک چیز امین شدم که من امروز در همین جا همه استادان را جمع نموده نستریفیکاسیا کرده، از این ما به نهایت خرسندیم. پیشتر با تاشکند رفته از نستریفیکاسیا میگذشتن، امروز من به همه شرایط با ما مهیا، خودشون همینجا آمدن، خودشون در همینجا ما را گذرانده ایستادن. از این به نهایت ما من نداریم. شما گذشتین از امتحان؟ البته. امروز من به نهایت خرسند هستم، سبب در آن که دیپلم ما هم به کارهای دولتی تصدیق کرده شد. امروز با پرزیدنتمون هزار رحمت از نام کلکتیو، از نام رایان سوخ، از نام همه معلمان که در دیپلمشون نستریفیکاسیا نگذرانده شده بود، از نام همه آنها من رحمت میگویم. آنهایی که از امتحان گذشتند یعنی تست را پر و درست سپاریدند و به سوالهای دهانی جواب موافق داده توانستند و گرفتن سرتیفیکات های مخصوص صاحب گشتند و دیپلمشان از نستریفیکاسیا گذرانیده شد. با یک سخن گفتم می توانیم که یک شاخه سبز درخت عظیم ازبکستان سوخ کهن همیشه در مرکز اعتبار است. این بود مجموعه خبرهای آخر از طریق بخش اخبار. خیر سلامت باشد و برنامه ما را دیگر صحیفه‌های تلویزیون سوخ ادامه بخشند.